چرا موتورها میخ دارن؟ این که میگیم موتورها میخ دارن یه اصطلاحه. توی موتور اگه میخ وجود داشته باشه که موتور راه نمیره. اما یه چیزی عین میخ هست، خب بهشون میگیم پیچ، در حقیقت زاویه خوابوندن موتور. بیاین تا بهتون این پیچه رو نشون بدم و چه کاربردی میتونه این داشته باشه. معمولا این مدل از پیچ یا این میخی که روی در حقیقت جاپایی موتورها وجود داره چه کاری رو انجام میده؟ روی موتورهای ریس و روی موتورهای اسپورت و سوپر اسپورت مقدار زاویه‌ای که شما به زمین نزدیک میشین و میتونه بهتون بده که اگر اون میخ ساییده بشه به زمین، یعنی اینکه شما دیگه از حد گذشتید و هر لحظه احتمال اینکه موتورسیکلتتون آسیب ببینه یا زمین بخورین وجود داره. گفتیم چی؟ اون میخی که داریم میگیم روی موتورهای اسپورت و سوپر اسپورت ها وجود داره. الان اینجا چند تا مدل از این موتورها هستش. این مدل یک موتورسیکلت بیکینگه که بیاید اینجا، بیاید میخ داره. میخش خیلی هم بلنده. این در حقیقت میخی که روی جاپایی وجود داره. وقتی که شما موتورسیکلت رو بخوابونین، اولین جایی که میتونه به زمین گیر کنه این میخه هستش. روی این موتور هم هستش. حالا بیایم این و موتورسیکلت هایابوسا که آقای عشقی روش تعصب خاصی داره. این موتور هم بیا ببینید، این موتور هم این میخو داره که این میخ میتونه اولین جایی باشه که در اثر خوابوندن موتور توی پیچ ها میتونه با زمین برخورد کنه و سطح پیچ شما رو بهتون بگه. یه نکته مهمی که وجود داره یادتون باشه، اگه خواستید اینقدر موتورسیکلت رو بخوابونید روی زمین، چه به سمت چپ چه به سمت راست، حتما لاستیک مناسب داشته باشید، چون لاستیک مناسب برای این موضوع بسیار حائز اهمیته و اگه لاستیکتون خوب نباشه میتونه موتورتون سر بخوره و این سر خوردن یه کار رو از میخ میگذرونه.